سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به سومین قسمت از سانسوری های سریال جامیونگو. سانسوری اول مربوط به همسر مهیوله که دارن نمیدونم چی میدن بخوره و اینا. یه صحنه ریزی داره که میره پاهاشو میذاره تو تشت و اونجا رو سانسور کردن که خدای لختی مختی نپوشیده بود. سانسوری بعدی مال زمانیه که ملکه گوگوریو تو ذوقش میخوره که مهیول با هودونگ رفته یه جایی و تا 2 روز نمیاد. عصبانی میشه و لوازم آرایشش رو پرت میکنه زمین و به خدمتکارش میگه که باور میکنه من 7 ساله با مهیول ازدواج کردم و هنوزم باکرم. خدایی کسی باور نمیکنه. بعد از ندیمش میپرسه مگه بانوی اون مادر هودونگ چقدر خوشگل بود که مهیول نمیتونه اونو فراموش کنه. ندیمش هم میگه اون یه زن معمولی بود از نظر قیافه. معلومه که این ملکه عشقش خالص نیست. بعد به ملکه میگه که تو هم باید از خصلت زنانگیت استفاده کنی تا بتونی مخ مهیول رو بزنی و تو دلش جا باز کنی. 이와 죽을 것만 같아. 그 아이 입에서 어머니라 부를 때마다 여기서 일어난 불길이 나 죽든 호동에 죽든. سانسوری بعدی مربوط به ناکرانگه. تو سکانسی که بچه موهاسو رو میذارن تو قایق تا آب ببره، جاشیل زن دوم فرمانده چویری میاد دلجویی کنه و فرمانده رو بغل میکنه. اما چویری میگه به خاطر کاری که کردی دلم باهات صاف نیست و با همون اسبی که اومدی برگرد. 적어도 넌 여보. بعد میره سراغ موهاسو و بهش میگه من ملکت میکنم و هم دیگر رو بغل میکنن. جاشیل این صحنه رو میبینه و حسودی میکنه، سوار اسبش میشه و برمیگرده. تو راه هم خونریزی میکنه. صحنه بعدی باز ملکه گوگوریو رو میبینیم که تو وان حمومه و ندیمه هاش هم پاهاشونو کردن تو آب و دارن خانومو شستشو میدن و قربون صدقش میرن. 마마 뽑으세요. 아깝기 싫이. 이만큼도 안 되는 틈이 사람과 사람 사이야. سکانس بعدی هم مال وقتیه که چویری میاد با موهاسو خداحافظی کنه و دست موهاسو رو میگیره. و اما برسیم به آخرین سانسوری، اونجایی که مهیول رو تو حیاط نشون میداد که برف میبارید. بعدش به ما نشون داد که خواهرش سوریا و شوهرش داشتن شمشیر بازی میکردن. این وسطای اتفاقاتی افتاد که واسه ما کامل سانسورش کردن. مهیول مستقیما از تو حیاط میره اتاق ملکه. ملکه خیلی خوشحال میشه که قرار شبو با مهیول بگذرونه. ندیمه ها میان لباسای مهیول رو در میارن. میمونه یه چیزی مثل کمربند که ملکه میگه اینو خودم انجام میدم. میشینه و کمر امپراتور رو باز میکنه و نگاش به یه جایی که نباید میفته. بعد مهیول خیلی بیخیال میره سر جاش و ندیمه ها میرن جوراباش و کفشاشو در میارن. بعد ندیمه ها خدافظی میکنن و کلا تشریف میبرن و این دوتا رو تنها میذارن. بعدش برا مهیول یه مشروبی میریزه که مهیول بعد غر زدن اونو میخوره و لیوانو پرت میکنه رو زمین و بدون اهمیت دادن به ملکش روشو برمیگردونه و میخوابه. و بعد میرسیم به صحنه‌ای که بانو سوریا و شوهرش دارن تمرین میکنن و فیلم تموم میشه. انصافا قبول دارین که مهیول یه مرد درست حسابیه و هوس‌باز نیست. کمتر پادشاهی پیدا میشه که انقدر رو عشقش ثابت قدم بمونه. عاشق بانوی اون بود، به خاطرش که کلا با بانو جیلی که تو سریال امپراتور بادها دیدیم اصلا نخوابید، اصلا کنارش نمیرفت و میگفت دوست ندارم. الانم که تقریبا 7 سال با این نخوابیده که خودش خیلیه. اما مطمئناً این همسرش با دسیسه هاش بالاخره موفق میشه که باش بخوابه و ازش یه بچه داشته باشه. خب بچه ها، اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.